گودرزی بازی رو باز میکنه برای احسان حسینی. از دوستان خودی میخواد که بیشتر نزدیک بشن تا بدون پاسهای سریع بیشتری رو رد و بدل کنه و اینم گل دوم. اینم گل دوم. چه کامبکی زد خیبر به 2-1. او هم با احسان حسینی ضروری مهرداد قنبری پشت محوطه جریمه میاد سمت مقابل، ضربه دیدنی قمرپور و گل. قرار بگیره که نشد. بازم در ادامه حسینی فرصت برای خیبر و زد. زامران یه کنترل خوب رو انجام میده. فرصت هست یه پاس برای محمد محمود در محوطه جریمه که اونجا محمد احسان حسینی از گرد راه رسید و توپو برگشت داد. هفته نخست دوره برگشت لیگ برتر امسال هم لقب خواهد گرفت. حالا بازیکن هوادار تکل خوب بدون خطا، فرصت برای ضد حمله، بازم مهرداد قنبری، فرصت مبین دهقان توپ رو دور کردن. حسینی به دنبال توپه. میر که برای فولاد به دست بیاد خود باقری. این حرکت از حسینی اینجا تیری یک هست. حالا کوتاه کار میکنه با مهرداد قنبری. یه لحظه اشتباه قنبری و تکل حسینی خیلی خوب اومد و مورد تشویق تماشاگران قرار گرفت. تکل خوب خطا نیست. حالا ضد حمله برای خیبر میره به دست بیاد. این پاس دفاعی به سمت چپ با حسینی، کوتاه با مهرداد قنبری. احسان حسینی پاس رو به جلوش برای مهرداد قنبری. در اختیار داره میبره سمت چپ با حسینی.
میفرسته برای فراز امامعلی، به توپ رسیده فراز امامعلی تنهاست پاسکاری بازیکن خیبر در خط دفاعی خودشون. باز هم حسینی بازی در پرسپولیس هم داره. حسینی مأمور پرتاب اوتس، حالا بلند میفرسته به محبتی، جریمه زمین سر طباطبایی، موقعیت برای خیبر و گل دوم. با منتظر محمد که ارتباط حسینی خیلی خوب و بدون خطا قطع کرد، به تو زده. برای آلومینیوم داخل محوطه جریمه برگشت تو همچنان فرصت دارن. رحمان جعفری زمین سری که حسینی زد قرار میگیره، سریع هم زبر میزنه موتور سوزان، کنترل از حسینی گرفته فرستاد به داخل محوطه جریمه، ضربه سر اولو به توپ زد سید احسان حسینی. محوطه جریمه یک کدوم فرستاد سیفی باز هم عباسی ارسال در اون محوطه اینجا ضربه سر زد حسینی و نهایتاً پا به دور و عقب میاره احسان حسینی. حرکت احسان حسینی زرونی دو سه بازیکن رو برای خودش داره. حسینی فرصت برای خیبر و سواش از بال خطرناک در بازیکن خیبر اصلا یه دروازه خطرناکه. بی پرتاب کار انجام میشه به تیرگی این ضربه سر. حالا فرصت برای خیبر و گلی که به ثمر نرسید. یه سال دیگه یه موقعیت بازم پیام نیازمند دیدن وارد دقیقه 43
3 مسابقه میشیم. مهرداد قنبری ضربه کرنر رو میزنه روی دروازه، موقعیت برای تیم خیبر. محمد معمون ایسو که ضربه اول رو حسینی میزنه. خیبر بازم لیموچیه که میاد عقب تو گیری میکنه، دانشگر زیر توپ میزنه، حالا یه ضد حمله میره برای سپاهان شک بگیره اونجا. هر طوری هست حالا توسط نوری اینور حسینی چه ضربه سری زد، توپ رسید سمت چپ حاجیقی، تبایی به تو زد. واسه لوکاش اومد بازیکن خیبر خطرناک هم بود. ضربه سر اول رو احسان حسینی زد.